بازم خداوند میگه در قرآن فرموده، میگه ای کسانی که سخن میگین در آن عمل کنین. بیاین، ما افغانا خسته شدیم از تعهداتی که عمل نشده. ما از جنگ خسته شدیم، ما از بیبندیباری ها خسته شدیم، ما از همه مواردی که امروز ببینین بعضی کسا میگه که 14 یک قرن است که ما افغانا در مشکل هستیم. چرا امروز نتونستیم که سهیم شویم، یک صدای واحد شویم و بتونیم وطن ما را از این حالت بکشیم؟ چرا نتونستیم؟ آیا این ما سوال از خود کردیم؟ امروز چرا ما به دنبال صلح میگردیم؟ چرا امروز صلح ما به دست ما نیست، به دست دیگرها هست؟ امروز چرا حقی مربوط خودمون میشه چرا ما نمیتونیم از آن خود کنیم؟ تا چه وقت باید التماس کنیم؟ بیاین که دست از التماس بکشیم، بیاین که کسایی باشیم که مؤمن واقعی باشیم و بتونیم از خاک خود، از ناموس خود، از چادر ناموس خود بتونیم دفاع کنیم. به نام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر. امیدوار هستم که همه هموطنایم خوب باشن. ما قبل از یک اولش یک انسان و دومش یک بانوی افغان و سومش یک مؤمن، به خاطر که ما این دو مرحله رو تعیین نکنیم هیچگاه ما ادعای مؤمن بودن یا مسلمان بودن نمیکنیم. از ابتدا شروع کنیم، از مکاتب شروع کردیم و بالاخره مکتب که تمام کردیم تونستیم تحصیلات عالی خود تمام کنیم که من خوشبختانه یعنی 2 لیسانس دارم. یکی که از کشور هندوستان در رشته اقتصاد است که 4 سال زحمت کشیدیم و بعدیش که است در رشته حقوق است که در افغانستان از قضا و سخنوری گرفتیم و همچنان در امور بانوان زیاد کار کردیم، در امور کودکای افغان زیاد کار کردیم و دوستدار از این بودم که مصدر خدمت جامعه خود باشم و همچنان کارهای دیگه داشتیم که اگر ما بگوییم فراتر از همه چیز است. اما امروز من نمیدانم چگونه امروز خانما را نادیده گرفتن. اگر ما بحث کنیم روی ازی که خانما را پیش از 1400 سال پیش آزادی دادن، یک آزادی که بسیار در جهان مطرح است که زنده به گور کردن خانما را ما میتونیم بگوییم. آزادی که داد همه کشورهای دیگر که امروز خود تمدن تر میگیرن، امروز یعنی از حقوق بشر زیادتر صحبت میکنن، اونا رو میتونیم که بگوییم پیش از 30 قرن آزادی خانما رو دادن. پس امروز چرا خانمایی که اسلام برشان حقوق داده امروز در نظر گرفته نمیشه؟ اگر امروز کابینه تشکیل میشه، چرا امروز یک خانم حداقل حضور ندارد؟ چرا امروز وزارت امور زنا حذف شده؟ چرا امروز نمیتونن خانما رو در نظر بگیرن؟ در صورتی که ما ببینیم در قرآن چندین موارد در مورد خانما ذکر کرده، حتی حاکمیت خانما را ذکر کردن که ما میتونیم بگوییم از حضرت بیبی بلقیس یادآوری کنیم که چگونه حاکمیت کردن، چگونه تانستن که یکی از حاکمران او زمان باشند که به بسیار خوبی تانستن که حتی او در قرآن تذکر داده شده که همه از این موارد آگاه هست. و یک چیز دیگر که من میخوایم تذکر بدم که افغانستان الحمدلله یک کشور اسلامی بوده که حالا الحمدلله همه ما مؤمن هستیم و هم ما ادعای زیر داریم که چیزی که یعنی در شریعت و دین مقدس اسلام بر ما داده شده باید او را از آن ما کنه یا بر ما داده شود تا ما بتونیم که یک صدای برحق داشته باشیم. اما ادعایی را که ما و شما همیشه میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم صراط المستقیم، خدای ما را هدایت کن برای راست. پس امروز چرا راهی را که ما از خداوند میخواهیم از اون راه خدا دور میسازیم؟ بیاین تنها به این معنا نیست که ما چگونه باید چی کار کنیم. اگر امروز ما عدالت در جامعه برقرار میکنیم در قسمت بانوان و آقایان و کودکان و مسکینان و بیچارگان، ایره پس بدانیم که دین مقدس دین عدالت است. یکی از آیات های قرآن است که خداوند میفرماید بسم الله الرحمن و امرهم شورا بینهم. وقتی که اینا کابینه را تشکیل میتن، آیا خانما را یعنی فکر نکردن که باید در مشوره با اینا باشن؟ آیا ایرا فکر نکردن که خانما همچنان سهم خدا داره؟ درست از اینا فرمودن که دین مقدس اسلام میگه که خانما رئیس جمهور نشه. امروز خانما ادعای ریاست جمهوری را ندارن، امروز خانما ادعای کابینه را داره که آیا سهمی که در کابینه داشته باشیم پس کجاست؟ دین مقدس اسلام، شریعت اسلامی یعنی مساوات گفته دین ما شما به اساس عدالت استوار است. بس عدالتی که امروز ما ادعایش داریم که خانما سهم نداره در کابینه کجا هست؟ حداقل مشوره شما از کدام بانوی مؤمن که امروز همشان در افغانستان بازارها چالش مواجه هستند، امروز زیادتر متضرر میدونین در اجتماع افغانستان کیها است؟ بانوها هستند. امروز چرا نتونستن از یک خانم حداقل که اینا خانما را نمیتونن بشناسن، اینا نمیتونن در نظر بگیرن، اما ما ادعای زیر میکنیم که اینا در نظر دارن و میگیرن.
از که پیشتر گفتن که مطابق با شریعت اسلامی با حجاب باشن. من مطمئن هستم که الحمدلله همه ما مؤمن هستیم و همه ایرا میدونن که چگونه باید حجاب خودن اونا مراعات کنن تا بتونن که در همه امورای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگیشان برسن و رسیدگی کنن. اگر امروز اینا میخواستن مشوره با یکی از بانوان که خودشان در نظر میگیره یا بانوان که امروز من میبینم در افغانستان هر مادری که ما میبینیم امروز همه ما را اونا معلم ما بوده که امروز ما را تربیت کرده که در جامعه تقدیم کرده. امروز اگر ما صدای برحق داریم کی ما را تربیت کرده؟ مانندار یک بانو ما را تربیت کرده، یک خانم ما را تربیت کرده. اگر مشوره میگرفتن حداقل ما ادعای زیر نداشتیم که 50% میتونستم در کابینه خانم را سهم بدم. انقلاب اومد شاید دو تا سه دانه ما مطمئن هستیم که اینا در نظر میگیره، چون ادعای امارت اسلامی ادعای شریعت است. ادعای شریعت اگر باشه ایره مطمئن باشین که حقوق مساوی برای بانوان داده میشه، چرا که دین مقدس اسلام میگه همه شما برابرین اما در تقوا فرق دارین. پس اینجا نگفته که آقایان بلندتر است یا بانوان بلندتر است، میگه همه شما انسان ها برابرین اما در تقوا چیستن فرق داره. پس من مطمئن هستم وقتی که بحث شریعت اسلامی میشه من مطمئن هستم که عدالت را اونا در نظر میگیرن که همه نه تنها بانوان همه شهروندای افغانستان فردا یک نظر مثبت و خوبتر می داشته باشند، نه ای که اراس از گذشتهشان داشته باشه، نه ای که دیروز چی بالایشان آمد. پیغمبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرماید میگه از دیروزتان بیاموزین برای امروز زندگی کنین، امیدوار به فردا داشته باشین. 3 نکته هست که بسیار چیزای خوبه برای ما اشاره میکنه. چرا ما باید از دیروز خود بیاموزیم؟ چرا امروز ما کار کنیم که امید به فردای داشته باشیم؟ اگر امروز امارت اسلامی کار را میکنه از دیروز خود میاموزه و فردای بهتر می داشته باشه در بین ملت خود، در بین اون ملت که همیشه در رنج و عذاب و ستم بودن، همیشه در خشونت‌های متفاوت بودن، اگر امروز اینا کار کنن و پلان بگیرن و به خصوص طبقه که نیمه پیکر جامعه را تشکیل میده در نظر بگیرن، اینا مطمئن باشین که فردا خانما دادخواهی بررسی میکنن که باید حکومت امارت اسلامی ادامه داشته باشه. اگر این را در نظر نگیرن فردا بازم دادخواهی قسم میشه که ما دیگه این حکومت نمیخوایم. بیاین که ما امروز ادعای اسلام بودن میکنیم، مسلمان بودن میکنیم، شریعت بودن میکنیم، بیاین که در قالب از مو پیش بریم و عدالت برقرار کنیم. مثل که در سوره نساء خداوند بسیار زیبا میفرمایه ای کاش که ما مؤمنان مطابق با امی گفتارهای خداوند پیش بریم. بسم الله الرحمن الرحیم میگه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمون بالعدل، میگه وقت هنگامی که شما در بین مردم حاکم قرار میگیرین یا داور قرار میگیرین پس عدالت میگه تطبیق کنین. چی معنا داره؟ وقتی که امروز امارت اسلامی حاکم است در افغانستان الحمدلله باید چگونه داوری کنه، چگونه حاکمیت کنه که همگی برای هر صدایشان لبیک بگویه. و من مطمئن هستم که ما افغانا یک آینده خوب و بهتر داریم که همگی آرزوی زور داریم و در ابتدا میخواهیم که در افغانستان یک صلح دائمی و سراسری باشه. ما امیدوار هستیم و قسمی که چند روز قبل هم گفتم توکل ما به خدا است، از همه ملت افغانستان، از همه شهروندای افغانستان. ما اینجا که بحث میکنیم یعنی درد همه ملت افغانستان را بیان میکنیم، نه تنها از بانوان را، از همه افغان ها را بیان میکنیم، از کودکش گرفته تا بزرگسالش که هم ما در دید هستیم. ما امیدوار هستم که روز فرا برسه که همه ما در یک آرامش و یک صلح سراسری، البته صلح با عزت، همه ما قرار داشته باشیم و ما توکل ما به خدا هست، چرا که زیاد درد دیدیم. خداوند تعهد کرده که بعد از هر سختی آسانی است. ما با امید همون روز هستیم و انشالله که روز فرا رسیده و فرا خواهد رسید. اما بازم میگم بیایید که نیمه پیکر جامعه را ما در نظر بگیریم که اونا بانوان شجاعی این سرزمین است و در هر حالت دوست داشتن که دوش برادرایشان باشند.